نماز شب و یا هم قیام اللیل یکی از نمازهای نهایت مرغوب و سنتی مؤکده در حق هر مسلمان می باشد. کسی که توان دارد و استطاعت دارد زیاد کوشش کند که از نماز شب محروم نشود. و نماز شب در حقیقت روشنی بر یک مسلمان است، روشنی در تمام زندگیش، روشنی دلش، روشنی خانوادهش، روشنی در پیشبرد زندگیش. و کسی را که الله بالایش فضل کرده بسیار نعمتی بزرگ است که قیام اللیل را نگذارد. وقت قیام اللیل بعد از نماز عشاء خفتن شروع می شود تا به طلوع فجر صادق، یعنی تا به وقتی نماز بامداد. به این وقتی قیام اللیل است. در اول شب تانست یا در وسط شب یا در آخر شب، البته در ثلثی از شب، سیوم حصه از شب، اگر انسان سیوم حصه اخیری از شب اگر تانست، باز او وقت بهتر است. چون رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند در سوم حصه اخیری از شب الله تعالی در آسمان دنیا نزول می فرماید و می فرماید که من یسألنی فاعطیه، کیست که از من سوال میکنه برش بدهم، و من یستغفرنی فاغفر له، و کیست که از من طلب مغفرت میکنه و من گناههای از او را بخشش بکنم، و من یدعونی فاستجیب له، و کیست که از من میخواهد و مرا صدا میزند که من دعای از او را استجابت کنم و قبول کنم. نماز شب با چی تعدادی خوانده میشه؟ چی تعداد رکعتی انسان نماز شب را بخواند؟ آنچه از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل است و حضرت عایشه رضی الله عنها میفرماید ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیره علی 11 رکعه. رسول الله صلی الله علیه و سلم در رمضان و غیر رمضان از 11 رکعت بالا نمیخواندند. 8 رکعت از قیام اللیل محسوب میشد و 3 رکعت دیگری از وتر. وتر هم از جمله قیام اللیل، البته نام مشخصش وتر است. بنابراین حدیث عده علما گفتن که نماز یعنی تراویح که در رمضان خوانده میشه نباید از 11 بالا بوده باشه، مطابق فعل رسول الله صلی الله علیه و سلم. و عده دیگری هم به 20 رکعت یا بالاتر یا کمتر قول کردن و اونها از دلایل زیادی استدلال میکنن، از جمله حدیثی صلات اللیل مثنا مثنا، حدیث متفق علیه است، صحیح بخاری صحیح مسلم، یعنی نماز شب 2 رکعت است. میگویند که در این حدیث تقیید نیامده، 2 رکعت بر اندازه‌ای که توانش بود. البته کسانی که باز تقیید میکنن از حدیث از عایشه رضی الله عنها تقیید میکنن که دو حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم یعنی ذکر است که از 11 رکعت بالا نمیخواندن. این 2 رکعت یعنی مقید به میست که 11 رکعت و 2 رکعت بخونه. اگرچه در حدیث از عایشه رضی الله عنها ذکر است که اونجا 4 رکعت یعنی 4 رکعت میخواندن و 4 رکعت نهایت دراز و بسیار زیبا میخواندن. المهم اگر 4 رکعت هم خوانده سلام داد درست است، اگر 2 رکعت هم خوانده سلام داد این بهتر است، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم خودشان قول کردن. و وقتی که نماز قیام اللیلش رو به ختمی شد، درست است که انسان 1 رکعت وتر بخوانه و متباقی از در قیام اللیل حساب کنه، 1 رکعت از وتر. و درست است که 3 رکعت هم بخواند. رسول الله صلی الله علیه و سلم 3 رکعت هم بیشتر اوقات نقل است و 5 رکعت وتر هم نقل است و 7 رکعت همچنان، 9 رکعت همچنان. همه از اینها با صورت‌های مختلفی از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل است که وتر می‌خواندند. طریقه وتر خواندن است که انسان اگر 1 رکعت می‌خونه سوره فاتحه و بعد از او قل هو الله یا سوره دیگری را می‌خونه، باز دعای وتر می‌خونه. و البته بعضی‌ها دستای خدا بالا میکنن در دعا و بعضی‌ها دستا بالا میکنن و باز بسته میکنن. این کدام اساسی نداره. البته اگر آنچه که از صحابه کرام نقل شده یعنی دعا در وقت دعا خواندن مانندی که در هر وقتی که انسان دعا میکنه دستای خدا بالا میکنه، یعنی برای دعا دستای خدا بالا میکرده، نه اینکه رفع الیدین که دستای خدا پس بسته کنه. پس نماز شب عدد رکعاتش 11 رکعت به همین انسان اکتفا کنه و 3 رکعت گاهی وتر بخونه و گاهی هم 1 رکعت اگر وتر میخونه و گاهی هم 5 یا کم و زیادی در توانش چیزی بوده باشه.